درود به نام خدای محمد و رسول او محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که این لحظه های مبارک را به خاطر بندگان خود و به خاطر امتان خود لایق دیدن خواستیم در حقشان یک دعای خیری کرده باشیم. و من همانا دعای رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را که به خاطر آله های نو بنیاد کرده بودند برایشان تمنا دارم. بارک الله لک و بارک علیک و جمع بینکم ما فی خیر. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگارا به خواست تو و با رازگی ایشون این بنده تو قدم های نخستین خویش را در جاده حیات میگذارد. امید به آن دارم که آن چیزی را که به بهترین بندگانت عطا فرموده بوده به این بنده نیز نصیب میگردانی. الها دولتت پیوسته تا روز جزا باشد. گل باغ مرادت در شکفتن هر صبا باشد. اگر دولت طلب داره دهت حق در دو عالم را به هر جا پا گذاره دشمنانت زیر پا باشد. ای بنده خدا، نعمت به شکرگزاری نیاز دارد، مصیبت با صبر و گناه با استغفار. پس هر کسی که شکرگزاری کند و با صبر ورزد و آمرزش جوید سعادتمند گردد. اگر پول نداشته باشی شکر کن، خانه نداشته باشی شکر کن، آمد نداشته باشی شکر کن، راحت نداشته باشی شکر کن، زیرا ما را الله بسنده است. اللهی که تو را بخت داد در عوضش هیچ یکی از گنجینه های دنیا برابر شده نمیتواند. آن مادر مهربانت که تو را تا امروز نگاه کرد و کلان کرد، دعای مادر بزرگوارت را بگیر، زیرا دعای مادر بزرگوارت تو را در زندگی معتبر میگرداند. الها تا به آخر جمله در دین خدا باشد، محب خاندان حق رسول مصطفی باشد. الها گوشتان سامع شود امر الهی را، قبول قول پیغمبر کنید در هر کجا باشد. زندگی یعنی خندیدن، بخشیدن و فراموش کردن است. پس بخند، ببخش و فراموش کن. دعای نیک شوهرت را بگیر، زیرا دنیا گذرگاه است، کارگاه نه. همه رنج و غمت از سر نوشته است که الله از برای تو نوشته است. بکن شکرانه از ذات رحیمش، مکافات غم و دردت بهشت است.